نظرتون با یک کباب کوبیده مرغ این شکلی چطوره؟ وای. برای شروع اول رون و سینه مرغ رو با ادویه و زعفرون چرخ کنید. پیاز، با هم قاطیشن رو برن توی یخچال. کته رو بار بذارید. فر رو اول روشن کنید. یکم سبزیجات، روغن و نمک. بریم سراغ کوبیده. عالیه. یکم روغن رو برن تو فر. اینجا رو نگاه کن.